خب ببینید صنعت این سلسله یک زنجیر است. اگر همین یک دانه همین زنجیر کنده شود همین سلسله کنده میشه. و ادبیات هم همینجوری، هنر هم همینجوری. خب لایق شیرالی بازار صادق با خاطر لایق شیرالی بازار صادق شدن که ترسونزاده و دیگر رو دستگیری کردن. در حجم هم همینجوری. و چرا امروز همین رویه استادی و شاگردی برهم خورده است و همه در راه خود یک کتاز است. همه تنها فکر میکنه همون اسب خودش تا کجا میتازد و اسب دیگران کار ندارد. همین رویه استادی و شاگردی چرا برهم خب چرا من استده الان که همین اون چیزی که من گفتم قریب همین سوال بود. من دینا یک لطیفه بسیار نقد شنیدم از یکی از سیاستمداران اول روی دنیا. پوتین بسیار سوال دادن که بسیار سوال دادن که اونجا من مثلا موزی 7-8 نفر شدیم تمام اون بسیار سوال دادن بعد گفت که یک عسکر پرسیدم که یکی تو دست داده اتومات دشمن بیاید چیکار کنید است میپرونه است تانک میبرد است میگیرن ما اسبابی بعضی تانک میپرونن سامالیوت میپرونن بعد گفتم که یکی هر سش یک جایی برود بعد گفتم خویا من توقع جمع بورم همونجا من توقعم تا جا آدمی دیگران همون زنجیر همون گپی شما گفتگی همون بعضی من گفتگی در سوای حجبی ما در من سوای مثلا تئاتر به نظر ندارم در اول مثلا میگیرن روز تئاتر میگن که چرا خیلی سخن بود همین اون مسائل حج بگیریم هر کس درد خودش میگه کوخی ها وجود دارد وجود ندارد